تو این ویدیوی کوتاه می‌خوایم پایتخت‌های اصلی دودمان‌های مختلف که روی فلات ایران حکمرانی کردن رو بگیم. با مادها شروع می‌کنیم که پایتختشون همدانه یا همون اکباتان. هخامنشیان چندین پایتخت دارن. پایتخت دینی پرسپولیس، پایتخت کوروش پاسارگاده. اما وقتی امپراتوری به بزرگترین حدش میرسه، پایتخت در بابله. وقتی سلوکی‌ها یعنی جانشینان اسکندر به قدرت میرسن، پایتختشون آنتاکیه است. اشکانیان پایتخت رو میارن تیسفون. ساسانیان همونجا نگهش میدارن. خلفای عباسی یه خورده اونورتر از تیسفون بغداد رو میکنن پایتخت. طاهریان نیشابور، صفاریان زرنج سیستان، سامانیان بخارا، غزنویان غزنی، سلجوقیان اصفهان، ایلخانان تبریز، تیموریان سمرقند، صفویان اول تبریزه، بعد قزوین، بعد اصفهان، افشاریان مشهد، زندیان شیراز، قاجار تهران که هنوزم ادامه داره.